خواهر عزیز، از الله بترس و صورتهای بی‌حجابت را در معرض تماشا برای مردهای چشم چران بوالهوس نگذار. قدر و ارزش خود را بدان. فراموش مکن که زن را خداوند با ارزشتر از سنگهای قیمتبها آفریده است که آنها در سر راه و در معرض تماشای همه قرار ندارند و خیلی نایاب هستند. اما وقت زن خود را در معرض تماشا می گذارد به مثل سنگهای سر راه به ارزش می شود. خواهرم، تو از در و یاقوت و مروارید هم با ارزشتر هستی. اگر در و یاقوت و مروارید به مثل دیگر سنگهای عادی در همه جا دیده می شد، حالا اینقدر ارزشمند و گرانبها نمی بودند. خواهری عزیز، تو که مسلمان هستی نباید به مثل زنان فاحشه خود را به ارزش کنی. تو گمان میکنی که کاری تو خوب است، ولی این کاری تو در پیشگاه الله گناهی خیلی بزرگ است. پس صورتهای به حجابت را به خاطر رضای الله از معرض تماشای همگان نیست کن و خود را بیش از این به ارزش مکن تا در غضب الله قرار نگیری.